زودتر زودتر رو زودتر حلیمه جان طاقت کن نزدیک مونده هست آخر زودتر سیگنال رو زیر کن زودتر آخر بکی گفتم خواهش میکنم زودتر یک طرف خیری یک طرف کنار التماس زود باش خیری التماس حلیمه گذر حلیمه کم در گذر حلیمه زیر کن گفتم آخر زیر کن یک طرف حلیمه چشمانم را کشو خون خوردن خواهش میکنم خیری زودتر التماس زودتر گاز رو زیر کن زودتر در سیگنال رو زیر کن التماس طاقت کن حلیمه چشمانت را کشو چشمانت را کشو التماس باز کمی طاقت کن حلیمه جان همش خوب میشود تو نجات مییابی از این طرفش گذر زودتر راه ده لباسی عروسی هم کفنم میشود حلیمه جان چشمانت را کشو خواهش میکنم عزیزم حلیمه جان همش خوب میشود تو نجات مییابی آخر از این طرفش گذر زودتر حرکت کنید یک طرف و یک طرف راه ده میگویم خیری التماس میکنم از اینها گذر خیری گذر التماس خیری دیدی چاششما همه جا رو پر از خون کردم سرد وسواسی بد زبان بوده ای در نظر باشد پسری خوب می نمایی پدرم تو را میدارد روزت را میبینی ماشین را نگاه دار میگویم نگاه دار با من گوش کن نمیگویم کودک هستی تنت را سوراخ میکنم مرکز 5144 مرکز شما رو گوش میکند با دقت همه گروه ها جنایتکار در راه 6 می رود سلاح دارد با دقت باشید یک کودک را گروگان گرفته است همش فهمو سردار طاقت کن پسر شیران پدرت را خلاص میکند واه نگاه کن چاششما کی ما را تعقیب میکند دادا از تعقیب کردنش خوشم میآید وقتی بازی سر شد دادا زودتر بادگی نکن در جایت شین پسرم آقا جون شما از هیجان چی گفتن خانم هنر آرام شوید نجیب نام خبر داد از پس او هستند کمی بعد او را میدارم با پسرم یکان واقعه شود با دادرم چی میشود فکر نشو هیچ چیز نمیشود نجیب او را ساق سلامت گرفته میآورد حالی حلیمه چطور باشد بیچاره تنش پر از خون بود او را به بیمارخانه بردند سرم گرنگ شد از یک طرف حلیمه از طرفی دیگر الپری یا خدایا ما چیکار کنیم هنر تو نوربانو و کودک ها را گرفته به خونه را من به بیمارستان میروم بچه ها شما را میبرند لیکن ما رو خبردار کنید میلش اوچه جان من با شما میروم نه تو با اپایی که روزت کمک رسان بیرم به بیمارستان رسیده باشم گویا که همه راه های استانبول را بستند این چه گپ هی با یک طرف از این طرفش گذر حلیمه جان عزیزم طاقت کن خیلی آخر گذری دارم از برای خدا تو چی کار میکنی؟ یک راهی کوتاه از آنجا میبرم امان راهی کوتاه رو راهی راست رفت
غم مخور من این راه ها رو میدونم. تو از کجا برای میدونی؟ خدا مامت جنجال را خیری زودتر هایی کن، زودتر خواهش میکنم. راه کجا همین است. یا خدا این از کجا برآمد؟ اکنون دیدی چی کار کردی؟ راه را گشای بیماری تجلی داره. پس نست رو کار میکنی. او خدایا. آخر من چیکار کنم؟ خونش من نمیشود. راهنما یکم چیزی خواهش میکنم. زودتر. به تو نگفته بودم که راست رفت. از برای خدا برای چی ایستاده میخواید یکم علاج کنید زودتر. به تو نگفته بودم که راست رفت. اگر که داره بیا خودت هی کن. میرونم. تمام. آخر شما چیکار میکنید؟ حلیمه در دم مرگ است. از برای خدا یکم علاج کنید. خیری ماشین رو خفا گیر التماس. من نشکرم. همینش باز نمیرسی. از کجا برآمدی باز؟ گیر ماشینت را. تو رو بسر این چند برک خدایا شد. باز چی شد آخر باز چی شد؟ هی ماشینت را به قفا گیر. ماشین را قفا گیر در پیش راه محکم است نمیبینی گذشتن ملازم. اپا تو کسلی چی؟ یک ماشینی کلان هستیم دو چرخه نکن در این راهی تنگ خیل به قفا روم. با من گوش کن. در ماشینمون یک پلیسی زخم دار است. یا ماشینت را از اینجا میگیری یا سرت را میکفونم. تو را هم به بیمارخانه میبری. فهمیدی؟ تستر ای آدم ماشینت را گیر. ماشینت را به قفا گیر. در کجاست؟ دخترم کودکم هم در اینجاست. بله میآیند حاضر میآیند. طاقت کن حلیمه جان خواهش میکنم کمی مانده است. دیدید میمیرم. فرزندم رو دیگر نمیبینم. البته میبینی. مرا تنها نگذار. مرا التماس. هیچ وقت حلیمه خواب نکن. حلیمه با من نگاه کن گپ زن چشمانت را کشا. خیری التماس یکم کار کنید آخر التماس. خیری خدایا مدد رسول خدایا. حلیمه جان عزیزم. خدا کوری تو نمیبینی؟ نمیرسید. ماشینت آینه ندارد مگر؟ شما چی بلا هستید مگر؟ باز با کی گویم البته با تو. همتان را محکم میکنم گیرید ماشینتان را. نمیشود تفتیش رو من نمیشود. با من نگاه کن من تو را مجاز میکنم. فهمیدی؟ مجاز. نه تعمیر کرده بودم. با من گوش کنید. در ماشین دختر مرده ایستاده است. خیری رفته یکون ماشین را من کن. اکنون چی کار کنم؟ آخر با عیبی تو در اینجا در آمده. خیری بگید یک بیستید. نمیبینید حلیمه در دم مرگ است. زود تاکسی جر زنه زودتر. این ابله را بین. این را بین. ابله نمیخوای یک طرف استی؟ لعنتی یک رو. من میدونم چکل تو را از راه برارم. چهار چشمه کلی سختر دار. مردن پدرت را دیدن خواهی این را تماشا کن. احتیاط باش دادا. تو بشرا اگر الپرینم در ماشین نمیشود نشان میدادم. نپرون.
Balo sanat. Ne? İltimos. İltimos hazır ne? خوش چهارچشمه پدری تو هم تیراندازی بد هم راننده بد بوده است. این فکر تو دادن ماشین رو نقصای میکنن. معلوم ماشین راندنش را دیده ایستادم. نه این دو چی است؟ پدرت کباب می شود به فکرم. الپرن تو رو خلاص میکنم پسرم. یاری دهید خواهش میکنم. آرامش کجاست؟ زودتر به این جوزم بر بیاره زودتر. حلیمه جان طاقت کن. خدا حلیمه زودتر. با او چی شد؟ دکتر افزایش پس میزند. حادثه کی روی داد؟ تقریبا 1 ساعت پیش. خونش بسیار رفته است. زودتر اتاق عملیات را آماده کنید. گروهی خونش را باشد تشخیص کنید. گروهی A مثبت. گروهی A. زودتر با اتاق عملیات. زودتر. حلیمه جان چشمانت را گشا. همش خوب نشود حلیمه. دکتر جان ما امروز نکاح داشتیم. دکتر جان التماس او را نجات دهید. چیزی که لازم باشد از دستتان بیاید کنید. التماس من به او نمیتوانم. زنده ماندنش در دست من نیست. اما از دستم چیزی که آید میکنم. تو آرام شو. فقط دعا کن. خودت را به دست گیر. آقای دکتر دیگر چی کار هم کرده میتوانم؟ چیزی که میتوانم گفتم. دعا کن. هرچی از دستمان آید میکنیم. دوامش هرچی باشد کار تقدیر. میکشم تو را حیوان. تو از حلیمه چی میخواستی؟ مرا میکشتی حیوان. خودتان را به دست گیرید. مانید برای من شد. به همش من گناهکارم.
مرا از ماشین. مرا کجا آوردی؟ خروس چوچه لعنتی. این منزل من است. بوی کرده میکشم بعد در اینجا گورت میکنم. لعنتی. 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 سرت مرا. من خونه رفتن میخوام. من نزدی مادرم. پدر و مادرت را باز یک بار دیدن خواهی. مرا بشکن. زورت به من رسید. با اکا ایگید نرسید. چی شد؟ اکا ایگید گفتم ترسیدی. شنیدم لعنتی. چیکار میکنی؟ سرت مرا. سرت. سرت مرا. سرت. سرت. ایستا نجنب. ترمزک. سرت مرا. سرت. آکای یگیتت آمده خلاص کند. سرت مرا. سرت. سرت مرا. سرت. 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 استانا جون. سرت. سرت. سرت مرا. سرت. لعنتی. سرت. تو. مثل که پدرت مرده است. چی نگاه میکنی؟ نگاه نکن لعنتی. نگاه نکن میکشم. من از تو نمیترسم. بعد با تو گپ میزنم. اول بدن پدر جونت رو غلبیر کنم. آنها بعد. سرت. 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 سرت مرا. سرت. 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 جمشید. حلیمه چه خیل شد؟ نویگری هست؟ تا حال جراحی دوام دارد. کی میبرایم؟ چی میگویم؟ از داخل کسی نمیبراید که پرسم. 2.5 ساعت باز در داخلند. همه‌اش برای من شد. خدایا این چی بدبختی. از الپرین یگون خبر هست؟ از فکری بسیار سرم گرنگ شد. اپا به سردار زنگ زدید؟ برادران ایزدشو در منطقه گم کردم. اما ماشینش رو میشناسم. اما وای میتواند ماشین رو عوض کند. عکسش هست سردارم؟ بله. تقسیم کن. حاضر رفیقان. در این منطقه چقدر خانه کوچه باشد همش رو وجب میکوبید. بچه ها از پشت این قاتل یک رفیقمون در بیمار خانه خوابیده است. باز در دستش یک کودک رو گروگان گرفته است. پسرم الپرین رو. سردارم غم نخوره. در خانه موشان دارد او رو میوبیم. امیدوارم رفیقان. رفتیم بچه ها اون حریف را دستگیر میکنیم. نه زنک. نجیب بگو الپرین رو یافتی؟ متاسفانه زنک ایزش رو گم کردم. چی خیل گم کردی نجیب؟ چی خیل؟ اکنون نور رو پیدا کن. اگر با پسرم یگون چیز شود خدا میداند الپرین در چه حال است. انشالله یک طوری مویش کم نمی شود. پسرم رو میابم. طاقت کن. چی خیل طاقت کنم؟ پسر یگونم رفت. الپرینم رفت. حلیمه چه حال دارد؟ چه خیل می شود 2.5 ساعت در جراحی می باشد. انشالله خوب می شود. نجیب با تو یک چیز می گویم. لبای زنک. پسرم را پیدا کن. انشالله زنک. انشالله.
сардор нафаре ки саркамисар ҳалимаро захмӣ кардааст гурехтааст мегӯянд рост аст писаратонро гарабгон гирифтааст дуруст аст бачаҳо алҳол кӯмаки шумо ба ман лозим аст сардор инҳо кӣ якеаш тунчарчетин дигараш писарам алперен илмаз аз шумо хоҳиш ин расморо дар хабарҳоятон истифода баред мумкин ягон кас дида ба мо занг занад шояд дар ин ҳолат тезтар ба мақсад расем зуд ба чоп диҳед сардор саркамисар ҳалима ба ҷои духтаратон мебошад ҷон медиҳад писаратонро бошад як девона аҳзо дуздидааст аз як тараф вазифа ва аз дигар тараф бошад фарзандон чӣ ҳис мекунед пайдо кардам як зиёрат мекунам занаҷон дастонат дардро набинад палов шоҳона шудааст ту намехӯрӣ каме пеш ду табақ хӯрдам озчанд ду табақ ёшаваде чӣ кор кунам акнун як ҷон не ду ҷон дорам маҷбур ҳастам ба ҷои ду нафар хӯрам боз чӣ кор кардӣ нақл кун ҳеҷ кор на як нафар медарад на мебарояд хуб шуд ки маро ба ин ҷо равон карданд барои нигоҳгирӣ кӯдак ҷои хуб аст муҳит ором ва солим ёрӣ диҳед чӣ гап шуда ҳозир бошад мебинам дар дохил касе ҳаст чӣ шуд осеб дидааст кани биё даро биё ногаҳон як сада шудем мисли ки тарк яке аз пораҳо парида ба поям соларо гаравгон гирифтааст ибтикои ин ҷинояткор аз тарафи полис дар ҳамаи гӯшаву канори мамлакат идома дорад агар ҳар касе дар куҷои ин ҷинояткорро бинад ҳатман ба шӯъбаи полис хабар диҳад эҳтиёт бошед ҷинояткор силоҳ дорад як маротиб акси зебоямро монанд мемуранд охир ба ин нигоҳ кун касе бинад маро девона фикр мекунад ана омад аҳволаш чӣ хел аст духтурҷон зинда мемонад духтур духтурҷон гап занед ҳалима чӣ хел аст нахуд ки ҳалима фақат нагӯед ки мурдааст духтур чӣ шах шуда монди хабарнигорро надидӣ магар раҳм кунед илтимос маро накушед дилатон ба кӯдаки шикамам намесӯзад аз мо чӣ мехоҳӣ тири поямро мебарорӣ духтур набошад илтимос ба шиками занат тунчар дар ин ҷо буд менависам илтимос ба ӯ кордор нашав чизе ки мехоҳӣ мекунам олиҷаноб تو همین قدر نجوم آقای دکتر جراحی میکنه میبینی
دیر هنوز در درون است. تو را باید بیهوش کنم. جاغت را بند. خوب کردن. بیهوش کردن لازم نیست. من رو بیهوش کرده پلیس را جغ میزنی ها؟ عذاب میکشی. عادت کردم. طاقت کردن نمیتوانی. دکتر، دردی که تو میگویی من با چای میخورم با جای شکر. شروع کن. دکتر جان گپ زنید. حلیمه چی خیل است؟ با شما چی خیل گفتنم رو نمیدونم. تا بیمار رو با اینجا آوردن خونش زیاد رفته است. این رو شما هم ناز میدونید. یعنی احوالش خیلی بد است. هر وقت میتواند خانم حلیمه از دست رود. یعنی چی خیل؟ دکتر جان، حلیمه میمیرد. احتمال زنده ماندنش کم است، اما بس خدا میداند. چیکار کنیم دکتر؟ از دستمان هرچی آید کرده استاده. در زیر نظارت حتما نگاه میداریم. خدایا حلیمه رو مدد کن. من را گیر خدا جان. برا زنده گذار خدایا. حلیمه چشمت را کشا. حلیمه نگاه کن، همون در همین جاییم. حلیمه مدد کن. چشمت را کشا. فکر نکنید، حلیمه دختری با قوت است. این هم میگذرد. درست میگوید اپا. خدا جان مدد کن. اپا کودک ها در چه حالند؟ گیروز کودکان رو گرفته به خانه ما رفته. سردار خبری هست؟ نمیدونم چیکار کرد. یگان نویگری میشد زنگ میزد. از یک طرف حلیمه، از طرف دیگر پیسرم. خدایا با ما یاری ده. گریه نکنید هنربا. نجیب سردار البته در پرین رو ساق سلامت می آورم. باز رابط گفته شما رو گرنگ میکنه. به خاطرم نرسون. یک بازیچه را حیف دانستیم برای پیسرم. سردارم در کجایید؟ یگان خبری هست؟ هنوز نیست. گفته شده جایی که ایزش رو گم کردم یک شهرچه است. با بچه ها ما در اینجا هستیم. سردارم وعده دهید که آن حیوان را یافته به من خبر میرسانید. غیر از من کسی او را دست نمیرساند. اول یابیم بعد میبینیم. سردارم به من وعده دهید. منش خبر میرسانم. خاموش کردنم در کار. همه جای ها رو یک بار بینید.
هر یک نفری دیدگی رو پرسید. در همین جایها پنهان شدنش ممکن است. ایتو است سردار. این بنگاه تیبی رو هم یک بینیم. چقدر پول دارید بیارید زود. این چی است؟ سمکه زنت را بین. این را بینید. زن و شوهر همگی 60 لیره دارد. هر دهتان را میکشم. شوخی میکنید با من. اینها را برار. ماشین دارید؟ داریم. در بیرون. برای پایم دارو هم میدهید؟ دارو فایده نمی کند. اگر زخم رو زود تازه نکنی میکروب میزند. بعد قراسان میشوی. چیکار باید کرد؟ باید زود دکترای بس کنی. یعنی میگویی با تو میروم دکتر؟ همین طور؟ جواب ده. کشتید؟ پلیس دروغ شاید؟ این باد از کجا بر اومد؟ یکم دروغ بگوی. چی میخواهید؟ یک چیز پرسیدنی آمدم. یک گریزه رو میکوبیم. التماس دروغ شاید؟ بلا زند. باز همون حریف. از کجا من رو یافت؟ اینجا بیو. با من نگاه کن. در رو کشو. خوب گپ زن. یگان به عقلی نکنی باز. نباشد هم زند رو و هم کودکت رو میکشم. فهمانده توانستم. بیرو. مرحمت. بخیر است دکتر. در کجا بودی؟ ببخشید مشغول بودم. چی شد؟ چی نگاه میکنی عثمان؟ رفتیم آجی رفتیم. این آدم را در این جایها دیدی آقای دکتر؟ نه باری اول میبینم. احوالت خوب نمیتابد؟ بیمار هستی مگر؟ سرم کمی درد میکند. درست کشیده بودم.
کمی پیش مشغولم گفتی. مشغول بودم. اگر اجازت باشد در اون رو یک دیدم میتوانم؟ البته مرحمت. این وقتا سرکار هستی به فکر؟ سهر کودک را آوردن از بام افتیده، سرش زخمی بود. وای ببخشید، من باید به حکومت شهر روم، دیر میمونم. آقای دکتر، اگر یگان چیز دیدید یا شنویدید به ما خبر رسانید. خوب؟ البته شما همش رو نخورید. فکر میکنم من رو فهمیدید، حتما خبر رسانید. البته. جان آفرین دکتر. باز کمی کار کنی به تو آسکر میدهند. یعنی کودک از بام افتیده است، همین طوره؟ این هم به سرمون بالا شد. این را گیر، زنت را ببند. او حامله است. سرگم نزن، ببند. یگید پسرم، چی شده با؟ برایت غذا آوردم، شکمت رو سیر کن. نه با، چه خیل خورده، برای نفس کشیدن حتی حال ندارم. کیروس در خانه با کودک تنها ماند. رفته بین، شاید به یگان چیز احتیاج دارد. خیری پسرم، تو هم رو، مادر اینجا میمانی. تشکر. خدایا نجیب زنگ زد. اون درنده رو یافته است؟ خیش و تبارش رو پیدا کردن. زنش هست، باز امک بچهش هست. در قهوه خانه کار میکنند. ببخشید، از برای خدا ببخشید. با جایی الپیرین تونچر رو فکر کردم یک دم. تونچر گفتنی شخص رو یابیم، الپیرین رو میابیم. کودک رو به کجا برده باشد آن بیشرفی بیناموس. الپیرین حاضر چیکار کرده ایستاده باشد؟ ترسیدگی خنک خورده است، گرسنه مانده. با شوهرتون شرکای خورده بودی؟ یک چند روز می شود. شون قدم خبر نداده به خانه اومد. بعد؟ اکم رو از پویش براند، من رو ترس داد و بعد بر اومده رفت. بلو زند او رو. درو. سردار، امک بچه تونجار زکی رو یافته. بیا کنی زکی قهوه چی؟ رحمت بشین. خوش یکمی با تو صحبت کنیم.
بس سلام رانا جون بیو چی خبر؟ هنوز در زیر نظارت دخترها ناامید برین از آلپرین هم یکم خبر نیست یک چند روز پیش حلیمه از این خانه مثل فرشته با لباسای سفید برآمده بود آخه چرا این طرف عقلم نمیرسد کی میداند که پگاه چی میشود اکنون غیر از صبر کردن از دستمون کاری نمیآید صبر اما صبر در دست ما نیست آخر گناه این طفلکان در چیست یکیش یتیم یکیش بیچاره این خودش بی پدر خدا نکرده بی مادر نماند هم بیچاره هم یتیم چی ها میگویی از جانی نبر آمده ناامید نمیشود با این گپوی دلم رو سیاه نکن رانا سلا را تو تامین کردی؟ چی علاقه دارد اکا؟ من در قهوه خونه کار میکنم با سیلا چی کار دارم؟ با من نگاه کن ساقا و چشمانم نگاه کن چشمانی من با آدمی که دروغ را باور میکند مانند است من چی گفتم مدیر اکا؟ روزی از حبس برآمدنش راست به پیش تو آمد از کجا این حریف سلاح را یافت؟ نمیدونم اکا به خدا نمیدونم من قیدهای جنایتیت را دیدم از پشت کیسه بوری به حبس غلطیدی تا حال دوام میداده ای من شو نمیدم دروغ تهمت است اکا شخصانی که به من این گپ را گفتند خیلی با اعتماد هستند اکا آخر ممکن یک چند بار کیسه بوری کردم بعد بس کردم به خدا پرتافتم تونچر سلاح را از کی گرفت؟ از یک نفر با نام حمید همه حمید لز میگویند حمید لز؟ سردار شما رو با تلفن چی شد؟ از بنگاه تیپی زنی دکتر زنگ میزند به فکرم وابسته به تونچر آمدم این با من در کار چیکار میکنم اکنون؟ همه راه ها بسته با تیاره و قطار نشستن نمیتوانم حتی به بیرون برآمدن هم مشکل تونچر سرت رو کار فرما در همه جا من رو میشناسند چگل میگریزم تنها حمید لز مرا گریزانیده میتواند تنها وی الو حمید چی خیلی؟ امشب زود واخورده نمان در کار میلش ساعتی 10 در تکی پول فکر کردم یاری لازم است به درون در آورده ناگاه به سرمون سلاح کشید وقتی که من به اینجا آمدم در کجا بودی؟ شوهرم را ترسون مرا به درون جوان کشید شوهرتان در کجا است حاضر؟ را برد
قاتلی راما را دزدید. نگاه کنید خانم، این وسواسی پسر من را هم دزدیده است. التماس خود را به دست گیرید و ما کمک رسانید. با چی رفتن؟ با چی؟ با ماشین شوهرم. برای کمکتان تشکر زیاد. آنها دور نرفتند. در این شهرچه نباشند، در گرد اطراف هستند. در کار باشه سردار اطراف رو هم میکنیم. میکابیم. لیکن اول از زن شماره تلفن و رقم ماشین شوهرش رو پرسید. بعد از پروکراتور اجازت گرفته و شعبه تکنیکی روید برای حبس کردن. مال سردار. لیما جان، برای خنده های زیبایت تمام هستیم را می بخشیدم حلیمه. حلیمه، در کجایم؟ در بیمارخانه. دخترم کجاست؟ در خانه ابی هنر. در یادم هست من به مأموری نکاح بله گفتم. بعد از تو پرسیدند. تو چی گفتی؟ چی گویم؟ تو را پراندن، همه سرسان و پریشان شدیم. یعنی بله نگفتی؟ امیتر هستی؟ متاسفانه نگفتم. عجیب. در دویمان بودیم، حاضر در اینجا، در زیر نظارت. کی میدونه در چه حالت هست ایگید؟ اکنون میفهمی اینقدر سال چه عذاب ها کشیدم. من میمیرم. التماس این طور نگوی. بگو. اگر میرم شهید میشم. البته همه وقت برای شهید شدن دعا میکردم. لیکن حاضر نی. تو البته شفا میابی. میدانم شفا نمیابم. حس میکنم. مران در انجام نباشد ناقل را میکنم. بگید به من وعده ده. برای چی؟ در جنازه هم گریه نکن مایلش.
در جنازه شهیدان گریه نمیکنم. تو از بیحالی چی گفتنت را نمیدانی؟ باز یک خواهش. گوی گپ زد خواهشت را. این کاری ناتماممان را انجام دهم. خوب شده است. یگید گندوز حلب حلیمه را هنور را بزنی قبول میکنید؟ بله. سرکمیسر یگید شما هستید؟ بله، چی گپ؟ یک نفر خواست که این را به شما دیم. خدایا این چی است؟ با خدا نمیدانم. دندان به دندان، خون به خون. بله؟ برادرم هم چند روز در حال بیهوشی بود. در زندگی اصلا شخصی نزدیک رو از دست دادن چی بوده است؟ مرگش را با چشم خود دیدن چی بوده است؟ در کجا هستی لعنتی؟ در کجایی؟ مرد باشی رو برویم برا. خیلی نزدیک هستم. حالا بیمارخانه را تماشا دارم. تو ایستا، من می آیم. تو در اینجا مان. در کجا هستی لعنتی؟ برا حریفی ترسانچک. اکنون خیلی نزدیک شدم. چی نمیبینی مگر؟ من تو رو میبینم. محترم میگی فهمیدیم که کیم کدام حلیمه رو به زنی گرفتنی بودید. مبارک شود. بابا البته به دستم میرفتی حریفی ترسانچک، سگی لعنتی. شتاب نکن. قصه ما نو شروع میشود. تو و من تا قیامت دشمن هستیم. دعا کن که تا یافتنی من تو را کسی دیگر نکشد. مرگ گفتی؟ اگر به جنازه‌ات نآمدم خفه نشو. سگی ترسانچک، تو یک ذره مردی نداری، یک ذره. چی شد؟ توبه توبه
ببخش برادر. اینجا بیا. چی شد؟ در این نیمه شب مرا دعوت کردی؟ با تو کار دارم. چی کار؟ سرم در بلا است. قتل عام با موفقیت گذشت؟ نه، برعکس خیلی خون ریزی شد. یک توی را با خون رنگ کردم. سبیل مرا تعقیب دارند. گریخترم در کار حمید. افطوبوس، کشتی، ماشینی، بارکش، چیزی که باشد. با سوژه تیار کردن لازم. فایده من چی می شود؟ اینها کافی است؟ به جای پیش پرداخت می شود. دراز کردی لزگی بچه. در این دنیا کارها چخیل حل می شود. می دانی اول پول، پس آن چرم، پگاوا می خوریم. ها، فراموش کردم، این رو می خواستی. پولم گذراندم، با من اجازت رفتم. پگا در وقت نهار. اگر نموریم زنده مانیم. خدایا تو بزرگ هستی، و کمکت محتاج شدم. یاری رسان. پسر من هم باشد، بنده تو است. برای پسرم را ساق سلامت نجات دادن به من کمک کن. کمک کن. سردارم، احوالاتون خوب است؟ خوبم. دوام دهید.
اوه. Alperen, دودرکم. تو خوب نرفتی؟ آجا جان، دودرکم رو خیلی یاد کردم. من همه وقت با او دود میزدم. نترس دخترم. نصیب باشد برادرت رو میبینی. آجا جان، همه وقت گپوی بد میزدم. برادرت که بود نازت رو میبرداشت. گریه نکن. دیگر با او دود نمیزنم آجا جان. هیچ وقت. خدایا دختری زیبایکی من. چخیل تو چورچشمه در نبودن من به عقلی نکردی همینطور نه؟ طاقتت طاق شد دست و پایت درد میکند دکتر کاری خوب نکردی دیگر این کارت رو تکرار نکن تو چی میگویی؟ چی شد لعنتی؟ دادم که تو رو دستگیر کنه بعد نبینی من میگویم که من تو رو مایده کرده دست و پایت رو به امنیت روان کنم بعد پدرت چی کار میکند؟ از تو نمیترسم پسرکم آمدی آمدم یگان نویگری هست مثل که زمین کفید و با زمین در اومدم حلیمه چه خیل است؟ همون خیل در نزدش اون کس است؟ یکیت از نزدش دور نمی رود چی شد؟ این چیست؟ نمیدونم
مکتوب آلپرین با ما نوشته است. نجیب خان مادر مهربان، دادای عزیزم، میدونم از من رنجیده. برای چی رنجیده؟ چون که من یک کاری بد کردم. رباتی پاوری رفیقم را اجازت نپرسیده گرفتم. کاری که باید نمیکردم لیکن کردم، چون که بازیچه نداشتم. از شما خواهش کردم که گیرید لیکن نگرفتید لیکن مایلش من هم باید چیزی یک نفر دیگر را نمیگرفتم، چون که از من نبود. به اجازت دست دراز کردن و بعد بودن دوستی را به من آموختید. کاری کردم که خیلی بد بود و از شما بخشش پرسیدن کم است. خیلی شرم کردم، برای همین این مکتوب را نوشتم. میدانم شما را خیلی رنجاندم. التماس من را ببخشید. التماس پسر یگانه‌تان آلپرین. دادا جان التماس دارم رو یابید. میابم دخترم غم مخور، با خواست خدا میابم. خدا جزایش رو دهد. اول را داریم. وظیفه ما از روی عدالت رفتار کردن است. باوری دارم که خدا گناه های این خیل آدمان را به جزا نمیماند. من یک به بیمارخانه روم، یگید رو بینم. مایلش غم نخور، به خبر نمیمانم. ناو خوبش بر سردار. روزی دراز در نزد پنجره انتظار بود. یک ثانیه هم دور نشد. ساعت چند شد؟ رفتنم لازم، مرا انتظارم. به کجا؟ تو رو رفتن نمیمانم حلیمه.